لیلة القدر خیر من 1000 شهر، از 1000 ماه بهتره. البته این اون شب پاداش نیست. شب قدر شب پاداش نیست. شب پاداش شب عیده، آخرین شب ماه مبارک رمضانه، اون جای خودشه. نمیشه صحبت کرد درباره رمضان، درباره فضل خدا نمیشه صحبت کرد، کم میاره. هر کسی ادعا بکنه بازم کم میاره. میگن وقتی یکی از کمالات قرآن روزه و رمضان باشه با این همه خیر و برکتش، پس کل کمالاتی که در قرآن هست توی این ماه فرصت هاست. اگه کسی با کسی قهر آشتی بکنه، اگر کسی بخیل سخاوتمند باشه، اگه کسی گناهکار توبه بکنه، اگه کسی گمراه دنبال هدایت بکنه، روزه یک عبادت جهانیه. و رمضان خداوند تا در خونت هم کشونده، امتداد داده در کل دنیا. قدر این نعمت ها را بدونید. ما الان بهترین شب‌ها در اختیارمون، ولی افسوس که شغل مسلمان ها طوری شده که تو ماه مبارک رمضان بیشتر مشغول میشن. یعنی تو 11 ماه تو کار نکرده که یک ماه اگر کار گیرت نیاد یا مرخصی بگیری یا در مغازت قفل کنی، در ساعتهای از روز یا شب به روزت بپردازی، نه به پاکت، نه به قرآن بپردازی، گرسنه میشی. 10 روز دیگه صید میگو باز میشه تا 40 روز. این کی صید میگو باز میشه؟ 10 روز دیگه طبیعیه صید میگو باز میشه. و میگو طلای دریاست. تو موتورلنج هر طوری که بخواد نماز خوابی بکنه، لباسش پوست ماهیه، به بدنش چسبیده، لباسش خونه، میدونم کثیفه، بو داره میره. اگه نرم کنه میتونه